نمازی که در او صدق و صفا است اگر در کعبه بگذاریش روا نیست. وقت نماز صدق نداشته باشه، محبت نداشته باشه، در درون کعبه هم که بخوانی فایده نداره. حضرت علی کرم الله وجهه روایت میکنه که نماز میخوام، حالت الله اکبر تحریمه میبست، وجودش لرزه میگرفت، از دستی لرزه کردن قریب کتفاش کنده میشه زمین میافتاد، رنگ روش مثل گل خار زر میشد. میگفت که یا امیرالمؤمنین شما چرا در حالت نماز خواندن اینقدر میلرزید، اینقدر انداماتون به لرزه میاد؟ گفت که میترسم که در بالای جای نماز با خدا که وقتی صحبت میکنم میگم بی ادبی از من رخ ندهد. من میترسم در پیشگاه خدا کمبودی نکنم. این است لرزه ای من از خدا. ما اینقدر میترسیدم. ما نماز میخونیم چنان بتشویش، الله اکبر تحریمه میبردیم، هوشمان در بازار، هوشمان در خانه، هوشمان در کوچه، هوشمان در گاو، هوشمان در خر و در زمین. ما این نماز چی میشده باشد؟ رکوعی نداریم مناسب، سجده نداریم مناسب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز بخوانید ای امتی من همچنانه که پیغمبر تو نماز خواند. نماز پیغمبر بخوان. نماز صبر دارد، نماز خشوع دارد، نماز خضوع دارد، نماز عشق دارد، نماز محبت دارد. اگر نماز رسول الله نباشد از نماز چه فایده گرفتی؟ هیچ فایده نگرفتی.